یک زن نمازخون سیاه پوسته، به حیاوی به آدابی شوهرش حرمت میکند، عائله را آباد کرده است، با بچت ساخته است، دخترک کرده است، خانه نان و مهمان تا جواب میگوید، به آداب و کوچگر نیست. بهتر است از زنی ماهروی سفید پوستی بی ادب. بی ادب، بی دین بی دیانت. شما ایره فکر بکنید. برای می رسول الله گفتن خیرو لنطفکرو لنطفکرو، تو اختیار کنید برای نطفه و قطره آب، تو شما خوب جستجو کنید و اختیار کنید. هر کی را دیدی در کوچه نگیر بیارش کی، گویا بعضی را میاری قطیش ملائکه میآیه، بعضی را میارش قطیش شیطان میآیه، بعضی کلین را میارن که او خونه در